اینترپل یا پلیس بین المللی با درخواست روسیه پرویز سیدرحمانوف جنگجوی تاجیکی عضو گروه دولت اسلامی را تحت جستجو قرار داد. سیدرحمانوف 30 ساله که با نام ابوداود نیز معروف است، سال 2014 به عراق رفته است. مقامات تاجیکستان سال 2015 علیه او بر اساس ماده زرخریدی پرونده باز کرده بودند. مقامات روسیه در درخواست خود به اینترپل گفتند که او را برای کمک در تأسیس گروه مسلح غیرقانونی در خاک این کشور جستجو دارند. جانب روسیه تا هنوز در این باره جزئیات نداده است. اما مقامات تاجیک میگویند پرویز سیدرحمانوف که تا پیوستن به گروه دولت اسلامی در روسیه بود و همیشه تلاش داشت مهاجران را به صف این سازمان تندرو جلب کند. یک منبع در نهادهای انتظامی بر رادیو آزادی گفت که ابوداود چند دفعه قصد انجام عملی تروریستی در تاجیکستان و روسیه را کرده است. از جمله به گفته منبع در آستانه سال 2017 در همکاری با مقامات روس نابالغ 16 ساله در مسکو بازداشت شد که زیر تاثیر ابوداود برای انجام عملی تروریستی در سال نو آمادگی میدید. این نابالغ بعداً به تاجیکستان استرداد شد و در بازپرسی‌ها اقرار شده است که طریق شبکه‌های اجتماعی با ابوداود آشنا شد. این همصحبت رادیو آزادی گفت جانب روسیه در مورد تلاش‌های دیگری ابوداود برای انجام عمل‌های تروریستی دلیل دارد ولی هنوز آنها را در اختیار تاجیکستان نگذاشته است. پرویز سیدرحمانوف تا آخر سال 2017 نوارهای تبلیغی گروه تندرو دولت اسلامی را در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کرد. تا آزادشوی شهر موصل عراق از دست دیش در نوارهای تبلیغیش میگفت آنجا حضور دارد. زمانی که گلمراد حلیموف پلکونیک فراری تاجیک به دیش پیوست در نوارها دیده میشد که او را ابوداود راهنمایی میکند. ماه اوگوست سال 2017 نیز پس از نشر خبر مرگ حلیموف او در یک نوار اودیویی گفت گلمراد زنده است و خبر مرگ او آوازه بیش نیست. از زمانی پیوستنش به گروه تندرو دولت اسلامی نامی پرویز سیدرحمانوف زود در رسانه ها پیدا می شود. ماه فوریه امسال اسم او در پرونده رحمت عاقلوف شهروند ازبکستان که سال گذشته در سوئیسرا حمله تروریستی انجام داد ذکر شد. رحمت عاقلوف که طریق ماشینی بارکش در شهر استکهلم 5 نفر را زیر کرده کشت، هنگام بازپرسی مفتشان دادستانی سوئد گفته است از نوارهای تبلیغی ابوداود الهام گرفته بود. محبت محمودova مادر ابوداود در صحبت بر رادیو آزادی گفت از سال 2015 به این سو از پسرش هیچ خبر ندارد. او گفت پس از اینکه نزدیکانش تشویق او برای سفر به عراق را رد کردند تماسش کنده شد. این مادر گفت درباره پسرش تنها از مطبوعات خبر پیدا میکند. نمیدونم بچه من هیچ خبر نمیفهمم. میگم حق همسایه نگویم که خیلی من هیچ نمیدونم که من دهن مردم میفهمم. میدونم که بچه‌ام در جنگ است. میدونم که دلم فقط در خروش بچه جو. خیال میکنم سرم بالش نمیمونم و میکنم خیال میکنم که روزی یک خبری بیزه میگفتن دلم پس یعنی در همین خواطر دلم خواطر. پرویز سیدرحمانوف در تاجیکستان همسر و 2 کودک خردسال دارد. سال 2016 پیوندانش بر رادیو آزادی گفتند که سمیه دختر 4 ساله او شهریار دولت آوازخوان تاجیک را پدر میخواند. شکل ظاهری این آوازخوان به ابوداود بسیار مانند است.